بچه‌ها، این اومدم منم میرفتم امروز اومدم مرحله دوم نینجاشی رو براتون ببرم. خب من وارد بانی میشم. اینجا نباید یعنی بری تو تله. اگه بری تو تله خب اینا رو میگیریم و وای یه دفعه من بین رفتم. خب اینجا باید اینجوری بپریم. خب اینجا اینو میکشیم و میریم بالا. خب اینجا باید ببینیم اینجا چون این تیغا داری میون بالا. خب اینجا سنگ میاد و ما باید روش بپریم. خب اینجا هم که شمشیره. اینجا میگه یک اژدها میاد و یک تپر گوی به دهنشه و ما باید اینجا بپریم. اینجوری میداریم باش میام اینجوری برمیداریم اینا میکشیم. خب میریم بالا. خب اینجا اگه میگین باید بپریم میریم تو آتیشا و باید اول اینو بکشیم بعدش بپریم. خب اینجا داره شمشیره. اینجا رو میدنیم و میریم. اینجا هم نباید بخوریم بیم و باید بپریم اینجا. اینجا داری شمشیر بننیم. اگه نننیم این سری میاد و ما رو میکشه. اینجا هم مطلب کنید تا این بره اون ور. بس اینجا پنهان شیم بس بریم. اینجا هم که هیچی دیگه راحته. تمام شد. این هم مرحله دوم نینجاشی رو براتون بردم. خیلی آسون بود. شما هر وقت دلتون خواهد یعنی میتونید ببری هر مرحله گیر کردین میتونید یه دنگوله این پایینه بزنید. خوشحال میشم و حتما منو دنبال کن تا یه ویدیو دیگه تا یه مرحله دیگه نینجاشی. شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.